فرمانده یکینین پاراستنا گل آشکرا کرد که اپراسیون رزگار کرنا باشر رقا به پشتوانی هیزن امریکا دل دست بیکا حیوانیستان دست بیکد و سرارایی نرازی بون و درست کرنا آستانگان جلای ترکیه و لحیزن وان دت پشکدار بن دوی اپراسیون دا. سیپان همو فرمانده یکینین پاراستنا گل بود از گهن راگهاندن دیار کرد. کو بریار آزاد کرنا رقا هشتا اکلایی نبویا بله دهتا پیش بینی کرن لدست بیکا حیوانیستان دست بکد و دهتا تخمین کرن او اپراسیونه تنه دم چند هفتیه کان وکشید. سیپان همو آماجه به چندشی کرد که ده چارچوبه هیزن سوریا دموکراتی دا یه پکه و شروان عرب و آشوری دوی اپراسیون روبن. افدم کاپتن جیف دیویس پیفدار وزارت براوانی امریکا الدوروی بابتی راگهاند اشتا چه بریارک سوارت به چوانی و دم آزاد کرنا رقا ندایه. اجبرینو کجی هزن سوریا دموکرات اپراسیونا کربا فرات راگهاند بون جبو پاقش کرنا دورو برن رقا جه تیرورستن داعش و او پروسه دست غونا غاندا هاته انجام دان. شروانان چندین دورن دورو برن با جری کنترل کرینه و دپشراوین خوداد بردامن و همی رکن سرکین رقا دای خستینه. پلانا شروانان اول دست پیک رقا جدورن جین دورو برن نویب تمامی دا برید بری که هرشه بو کنترل کرناوی با جری دست بکن. او جلای خواه عمید تلال سلو پیفدار هزن سوریا دموکرات راگهاند حتی که همی رکن سرکی ین چوناج در و جباجر رقا هاتی نگرتن و هزن وانجی برف گندو دورنوی باجری پیش روی کرینه جبو و قطان دناوی باجری بشوه که اگجاری و لیف گوتنا ناف بریجی شروانان لهندگ جهان بتنه 20 کیلومتران جباجری دیرن.